برادرها آمدیم برج میلاد، سیمین بلندترین روی دنیا. برج میلاد در ایران، در شهر تهران است. سیمین بلندترین در روی دنیا برج میلاد. یک جای میگیریم تماشا میکنیم برج میلاد. چی گفتیم بچه ها؟ حرکت میکنم تو. حرکت میکنیم استاد نگاه مردم ایران که شناخته اومده هستن میگن میگن پای تخت میگن شمشیرخان ساقی آمد. ساقی چی آمد؟ ساقی بیا می بده. کجا بچه اون هم نایده میتونم نایده میتونم رفتم نکی الان از چی سیگار آتیش کنم نخ برم جمال کنم. ساقی آمد. ساقی نه تو روی کربلا که نرسید، تو روی برج میلاد دیگه کسایی که دارن برج میلاد سیگار نظری ایرانی ها پخش میکنن. بچه دارم بچه با خیلی بچه رو تقسیم کنید. من میگم دست بزرگتر خودش تقسیم کنه. ساقی داداش ما شوخی میکنیم ناراحت نشی ها. یه 25 ساله شوخی میگن. سیگار اومد گرفت، بعد علی میگه که آقا تو سنت کمه چرا سیگار میگه؟ من 25 ساله ام، همه منو خورد می‌کنن. دروغ نگه چه یادی آقا ببینم نگه باز برای دوستان همه آقا می حرکت میکنیم. قشنگه؟ همینو هدیه کن به دشمنا. از اینجا بالاتر رفته؟ میشه آخه لیفت بشینی میری نه اونجا تمام شهر خلاصه نه برج میلاد لیفت هم داره. لیفت خطی میرفتم. در حقیقت
اینا بچه‌ها تگی همون وایدیم اینا یک جای یک ماست بوده همون ماست من دویده میرم میام اینجا اینا ماتیوش هم اومدم در من هم ماست یک بودم ماست برام یا هم ماست خدمتتان عرض کنم یک ماست برام همین ماست چی میگم پول گذاشته مایده هندرش اینا اینا دستتان رو بگوشم خدمتتان عرض کنم واه بچه ماست جمعونه خیلی بی ماست جمعونه بچه دیدین ماست جمعونه که یا بسم الله ماست جمعونه نه دیو اینو چی بچه ما دویده استم من مرده گورم دویده استم در این همینه اینا در همین دویده استم یا قفیده اومده استم همین این بالانس داره بالانس نگاه کو بوده نسان دل جمعونه که اینا دویده نیمه را بینید و رنگشتنی بگورن یا مرده که 40 ساله دویده استم و بچه هایش قفیده اومده استم بالانس سکینه داره میخونه این شولش خودمونه شولش اینا گذاشتم اینا بودی میلاد سیمین بلندترین در روی دنیا بونیو دویده پیشون میرم خیلی میشونیم بچه دویده نمیتون رفتیم تمام همه کچی داشتی رو بخبیده نیست داد یعنی خدا ای بایی من خود خبیده بیستی بود بریم بالای برج میبودم بک اونه بی هممون داریم میریم هفته بزن یه بچه میونی از پا نشکنی تو این رستم قطعی اسب یه اسبش خیلی من میام بالا من نیم بالا حساب کنم یه خورچال هم داره استاد مرا گفت سیام کنه که نکیم شد بشی اگه استاد در سیام کنه مدگی بشی کافونا بره یو فقط برای اینجا گیر کویا کمچین کو برو استاد ماشاءالله چو جیران این پار گردم رگه استاد شما یک پاپرو بود خلاصه درو من نیستیم همه کسانی دروه برج میلاد با ب وارد شوین گفت با ب خویانگ برام بلندی ها بگویم میگم بلندی ها هوای تازه دوره که بود هوای تازه شو ببینیم پهلوان مواظب باش پهلوان مازندران دوست مراد من اول مهمان نه حرکت ما از هم آخر میام استاد شمشیر خان استاد این وقتی میشه پشت سرتونه از اینجا واسه
قشنگ نیست سکته مغزه ترس نداره ترس نداره الان سکته مونیره برسن بالاش گوشم یه جوری شد سرعتی تیزی رو اونجا چیه؟ سر تو میخوام تیزی گوشم وقت هست بسه اینجا ببین چیکار کردیم لیفت قطعی درست میکردم لیفت درست میکردم آها باید اینجا برای مکه این همینجا؟ کوچ خیلی میدونه مکه جا آنها اینجا باید بدروی من تماما محکمه کن اینم برادرها در برندی برج میزه خیلی برنده اگر تصور کنی شب باشه چه خشم تو هنوز مونده هنوز مونده آمدیم برج میلاد برای برادرها این رو بیش قدر تهران کاران گیرد بگیر شهر گیرد بگیر شهر کلان همین تهران 19 میلیون اهالی داره 15 میلیون اهالی داره نه 15 میلیون اهالی بالای برج میلاد بالای برج میلاد در اینجا استاد شمشیرخان بانگاهی مفلس های حرکت مونده شدگی معلوم اینجا برو آمدیم اخیران نقطهش علی جان اینجا اخیران نقطه آخر نقطه که آسانسور شما اینو بینه اخیران نقطه اینه خب اینجا هم جای هست که نه آخران ای بالا نیست دیگه جو همجا شما دیم یک اینو نوارگیری میکنیم این ای پایان میگم اینجا مردم راه نیست که بدروی ببینیم این دسته چند متره خلاصه ما جاک بار دیگه پرسیم چند خواهد؟ 435 متره 435 متر اینه بچه ها برامده این بالا 435 متر اینجا چی باشه دارم؟ معلومه در اینجا اصلی نه همش این فیردوسی های بچه ها ایش فیردوسی های ایش آبالی ابن سینا های
یه جره خوندن نکن. عموی کبیر. عموی کبیر. این چی باشد؟ این پروفسور عدی دازم داریم. سلام علیکم. این های تلار. ادامه مسیر بازدید. خلاصه چند آشیانه رفتیم. آشیانه دیگه حساب ندارم. دیگه در خاطرت نمیمونه که چند آشیانه گیجای این درانا شدیم. استاد دم گیرید. سلام. اینو استاد دم. شد وزی. نه. اجاره بینی. اینجا سامالیوت. ایتاری سامالیوت هم میگیری. تاری سامالیوت. برج میلاد میبرویم که مایده حرکت میکنیم. مایده حرکت میکنیم طرفی مهمان خونمون. اینا برج میلاد. طرف پویون. چقدر زیبایی. هاش کلام بودیم. کلامی در حقیقت کلام تلف شد. تاجیکستان بپیش عجایب چیو ساخته گنده نمیفهم بخونستم نرمیم حالا یوترم آن چی سنگ برنگیه نمیدونم میسیه آهنی زرده نفهمیم خیلی خدا سایده اینجا برندی نمیدونم شما چی خیلی میبینید رو شما با شما باشه همین بلندی خداحافظی میکنیم خدا نگهبانتون درگذر باشه سربلند و خانه آباد باشه